زانتی کاپیتان اسبق اینتر میلان راجع به آدریانو یه موضوع جالبی رو تعریف میکرد. میگفت آدریانو متخصص گل زدن بود و ما فکر میکردیم نازاری جدید رو پیدا کردیم، اما زمانی که خبر فوت پدرش رو تو رختکن بهش دادن اون از حالت طبیعیش خارج شده بود. گریه میکرد، داد و بیداد میکرد. اصلا تا به حال چنین چیزی رو ندیده بودم. اون گل میزد و گلاشو تقدیم پدرش میکرد، اما آدریانو افسردگی گرفته بود، افسردگی شدید، و رو آورده بود به الکل و دیگه نتونست مثل قبل فوتبال بازی کنه و از دوران حرفه خودش خیلی فاصله گرفت. زانتی میگه که من خیلی تلاش کردم تا آدریانو رو برگردونم، اما اون افسردگی شدید بود و هیچ وقت نتونست به حالت طبیعی خودش برگرده. زانتی میگه که یکی از بزرگترین شکست‌های زندگی من این بود که نتونستم آدریانو رو نجات بدم.